چو مرغ شب خواندی و رفتی. به نام خدا. من هایا کاظمی هستم، یکی از عوامل مجموعه آتش در نیستان که در زمینه بازیگری و موسیقی در کنار جناب آقای نورزاده دوره بازیگری رو سپری کردم. خیلی خوشحالم که توفیق حضور در این مجموعه رو دارم تا بتونم هنر بازیگری رو در این مجموعه شروع کنم. تمام سعیم رو خواهم کرد تا در این مجموعه آنچه که باب دل شما بینندگان و شنوندگان محترم هست رو به بهترین نحو ممکن ارائه کنم و نظر کارگردان محترم جناب آقای نورزاده رو نیز نسبت به هنرم جلب کنم. با آرزوی موفقیت و سلامتی برای تک تک شما عزیزان، خدا نگهدار تا برنامه بعد.